خدا همیشه همراه ما و شماست در کجایی که نباشیم. این یک. دومی که اینها ریاکار حساب میشن، پیش مردم نماز میخوانن، جای خلوت نماز نمیخوانن. خدا این تو نماز ریاکاره رو در روشان میزند. نماز ریاکاره رو خدا قبول نمیکند عزیزان من. بنابر کسانی که اگر همین اخلاق داشته باشند هوشیار شوند که اونا سخت فریب میخورند. اونا با یک ذات روپرو شده ایستادن که وی شوخی رو نمی بردارد. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. بنابر روز قیامت ریاکارا که میخستیند در پیشگاه خدا، پیش ملاحات و پیش مردم نماز بخون، جای خلوت نه. پیشگاه خدا میرفتیان، خداوند سیاست خودی میگفت برو ثواب نماز از همون کسی گیر که در پیشش به خاطر خرسندیش نماز خواندی. یا الله، خدا پناهی وقتی که از خدا این تو جواب میشنویم.